بینندگان عزیز سلام، صد سلام خدمت تک تک شما که در هر کجای این دنیا هستین. امیدوار هستیم جور و صحتمند و سرحال باشین. بینندگان عزیز و شایقین جایداد و املاک، یک بار دیگر توجه شما را به یکی از دیگر برنامه ها و جایدادهای فروشی ما در ولایت کندوز جلب میکنیم. دوستان عزیز و همراهان گرامی، همانطوری که در تصویرم بیننده هستین، ما امروز خواستیم یک ویلای فروشی لب سرک قیر با مساحت 30 به سو با قباله شرعی در شاهراه عمومی کندوز شیرخان بندر که در یکی از سرک های کلیدی ای ولایت قرار داره و دورنما و آینده تجاری خیلی خوب داره را به معرفی میگیریم. همراهان گرامی، مساحت ای جایداد 30 به سو معادل 1.5 جریب زمین با ساختمان عالی و دارای 17 اتاق با ملحقات آن تشناب و حمام‌های مجهز و ناگفته نمانه که در تصویرم شما مشاهده میکنین یک باغ خیلی خوب. دوستان عزیز، پیشنهاد مهمی است که برای خرید ازی به شماره روی تصویر تماس بگیرین. و دوستان عزیز، یک پارکینگ خیلی خوب دارای برق و آب مستقل و ساختمانی ای تعمیر از امکانات روز برخوردار هست. کاملا با خشت پخته اعمار شده، سیخ گل و استفاده لنتر شده. دوستان عزیز، تمامی ای اتاقها در یک مکان زیبا و امن ساخته شده و در حال حاضر میتونه برای شما یک مکان تجاری یا هم رهایشی برای شما تمام شود. دوستان عزیز، شما در حال تماشای سقف همین خانه هستین که با رنگامیزی خیلی خوب و داخل از این ناگفته نمونه که دارای یک تشناب و یک حمام هست. بیننده های عزیز، همه شما با ولایت کندوز آشنایی دارین. در شاهراه عمومی کندوز شیرخان بندر موقعیت ای ویلا هست، نزدیک پلا آلچین که یک ساحه کاملا رو به پیشرفت و مترقی هست. دوستان عزیز، یکی از ویژگی های خیلی خوبی ای ویلا، ای ساختمان، ای جایداد ای است که متصل به سرک قیر است که شما میتونید در دم همین جایداد ساختمان های بلند منزل، بلاک های تجاری یا هم دوکاکین اعمار بکنین و مابقی زمین هم میتونه از او منحیث حولی یا هم سکونت یا هم جاهای تجاری استفاده بکنین. دوستان عزیز، شما در حال تماشای تخت بام ازی هستین که کاملا ایزوگام شده و ضد آب می باشه که در زمستان هم به مشکل ساکنین این محله مواجه نکنند. و بینندگان عزیز، میریم تماشا میکنیم روی صحن حولی ازیره که ماشاءالله که میتواند در اوقات بیکاری حال و هوای ما را خوب بسازن. دوستان عزیز، برای دانستن قیمت و جزئیات بیشتر پیشنهاد ما ای است که به شماره که در کپشن یا هم در دسکریپشن ذکر شده تماس گرفته و در دفتر در آدرس ذکر شده حضوری مراجعه بکنین. انشالله که ما در خدمتتان هستیم. راهنمای معاملات مدیر ساحل واقع در جاده ولایت در ولایت کندوز با بهترین پیشنهادها در بخش املاک و جایداد همراه و یاور همیشگی شما خواهد بود.